مثال عادی تلفن موبیلی که اختراع کرد. کل جامعه جهانی حالی تلفن موبیلی را استفاده می‌برد. اینترنت که اختراع کرد. ماشین های برقی یا واکسین هایی که جان میلیون ها آدم را در حالت کووید 19 رهانید. من همه تنقید را قبول دارم، لیکن تنقیدی عادلانه باشد. بعضا به نام عالمانی که شیشتر کار دیگر ندارند، با جایی که خودشان سهمگزار باشند از بودجه دولت مبلغ میشوند، محاکمه حکومت و دولت را چی کار کرد؟ من اشاره به بعضا پلو همه را نمیگویم که چی کار کرد دولت و حکومت تاجیکستان پس 30 سال. بعضا نشان نام را میکنه، همه را نه. شما از من خوبتر میدونید. اولین و مهمترین کاری که ما انجام دادیم قطع جنگ و خونریزی، برقرار کردن صلح و آرامی، از کشورهای دور و نزدیک خارجی به وطن و محل زیستشان برگردانیدن بیش از 1 میلیون نفر گریزه های اجباری، تشکیل کردن شرایط ضروری زندگی برای آنها و به راه ماندن روند برقرارسازی بعد جنگی بود. 7-8 نفر تا معاون سروزیر مملکت برای صلح و وحدت ملی جانیساری کردند، کشته شدند از جانب خائنان ملت تاجیک. معاونان وزیران، رهبران بعض از ساختار و مقامات‌های نزد حکومت جمهوری، یعنی قریب 10 سال اول صاحب‌استقلالی با مخالفت و کشمکش‌های داخلی گذشت. تنها سال 2000 ما امکان پیدا کردیم که پس‌روی اقتصادی ملی را باز داشته به آغاز مرحله رشد وارد گردیم، یعنی بعداً به اقتصادیات را آوردیم. از سال 2000 قوه‌های مسلح تأسیس دادن، تشکیل کردن برای متخصص در کار. پیش از همه امروز قوه‌های مسلح مملکت صدها هزار برای مبلغ در کار، سر لباس در کار، انشاءات در کار. من دائما تکریر میکنم که از صفر شروع کرد. در زیر خیمه فرودگاه عینی 6 ماه ما ولایت مختار کوهستان بدخشان رفتن نمیتونستیم، یا ولایت صلح 6 ماه 3 پارچه بودیم تاجیکستان. اینقدر راه بنیاد کردن، نقب بنیاد کردن که در زمان شوروی همین لایه ها را گفتن که این غیر امکان است. سیستم یگانه انرژتیکی مملکت را بنیاد کردیم که عموما متخصص های زمان پیش که نمیشه، ما جنوب شمال را مفتوح پیوست کرد. یک سبب بدبختی های جنگ شهروندی هم همین دور بودن مردم از یکدیگر هم بود. مردم که با یکدیگر رفت آمد نداشت، معاشرت نمی کرد، راکی نباشه 6 ماه چه حاضر فایده ندارد. من میبینم، من تحلیل میکنم، میبینم، شاهد هستم. مردم خیش تبار شده ایستاده است، کلین میگیرن، خیش تبار شده ایستاده، یار و رفیق شده ایستاده، رفت آمد میکنن، از زیبایی های تاجیکستان بهره میبرن. شماره اهالی مملکت از 5 میلیون نفری سال 1991 به حالت 1 ژانویه سال 2024 به 10.3 میلیون نفر رسید، یعنی قریب 2 برابر افزایش یافت. تکستیل یک کار میکنند، همین را میبینیم، زواد الکتروکیمیایی آوان میبینیم، میگیم کار نکرده ایستاده است. لیکن این تکنولوژی ها دیگر مال و محصولاتش به بازار جهانی نمیرود، در همسایه نمیگیرند. اینا فرسوده شدند، از بین رفتند. مثلا سایه صنعت چوب قریب هر سال تغییر می‌یابد، پیش می‌رود.
در ساحه صنعت سبک یک کارخانه صنعتی سبکی که در ناحیه دنگره بنیاد شده 65,000 تن پخته را کار کرد میکند تا متای تیار محصولاتی تیار رفته ایستاده است. از پخته کار کرده می شود تا رشته رنگ و بار کردن متا که بسیار کارخانه دوزندگی مملکت حالا از آنجا متا گرفته ایستادند. هم در خودی کارخانه استحصال محصولات صنعتی خودی نساجی برام مونده 90% به صادرات 100% قریب صادرات رفته ایستاده است. 1,500 قریب 2,000 جای کاری در اکثریت شهر نایا ما حاضر همین پارک‌های صنعت سبک بنیاد کرده ایستاده ایم. البته با جلب سرمایه و سرمایه گذار از بودجه دولت نمی‌شود دیگر. یعنی تاجیکستان در عرصه بین المللی امروز نه که میشناسند اعتراف و احترام میکنند.